اگه فکر میکنی با چند تا جمله تکراری میتونی یه زن سن بالا رو جذب کنی، این ویدیو رو همین الان ببند. چون قراره بفهمی چرا تا الان هر چی گفتی اثر نداشته. زن بالغ با تجربه‌ای که پشت سرش داره، با تعریف‌های ساده یا حرف‌های مستقیم تحت تاثیر قرار نمیگیره. اون سالها توجه دیده، بازی دیده، نقش دیده. چیزی که هنوز براش نایابه، مردیه که بلد باشه ذهنش رو لمس کنه قبل از اینکه حتی به بدنش فکر کنه. امروز قراره درباره حرف‌هایی صحبت کنیم که دیواره‌های یه زن پخته رو پایین میاره. نه با فشار، نه با التماس، بلکه با قدرت آرام و کنترل شده. اگه میخوای بدونی چطور بدون اینکه التماس کنی یا نقش بازی کنی عمیقاً اثر بذاری، تا آخر این ویدیو با من باش. بذار یه حقیقتی رو از همین اول روشن کنم. زن سن بالا با تجربه‌ای که پشت سرش داره، با چند تا جمله سطحی یا تعریف تکراری جذب نمیشه. اون نه دنبال بازیه، نه دنبال هیجان کودکانه. چیزی که ذهن و احساسش رو درگیر میکنه، عمق، امنیت و قدرت مردانه کنترل شده است. اگه میخوای روی چنین زنی اثر بذاری، باید بدونی که تحریک واقعی از ذهن شروع میشه، نه از بدن. و حرفهایی که اثر میذاره، حرفهایی نیست که مستقیم باشه، بلکه حرفهایی هستند که حس دیده شدن، انتخاب شدن و خواسته شدن رو توی لایه‌های عمیقش بیدار کنه. اولین چیزی که هر زن پخته‌ای رو نرم میکنه، اینه که احساس کنه واقعاً دیده شده. نه فقط ظاهرش، نه فقط بدنش، بلکه شخصیت و تجربهش. وقتی به جای اینکه بگی چقدر جذابی، بگی یه آرامش عجیبی پشت نگاهت هست که آدمو کنجکاو میکنه، تو داری وارد ذهنش میشی. زن بالغ بارها شنیده که زیباست، اما کمتر کسی بهش گفته که حضورش اثر داره. وقتی تو اثر حضورش رو توصیف میکنی، ناخودآگاه حس ارزشمندی عمیق‌تری فعال میشه. زن سنبالا بیشتر از هیجان لحظه‌ای دنبال حس امنیت روانیه. یکی از قوی ترین جمله هایی که میتونه تنش درونش رو پایین بیاره اینه که بگی کنار تو حس میکنم میتونم خودم باشم. این جمله ساده است اما پیام بزرگی داره. یعنی تو نه قضاوت میکنی، نه نقش بازی میکنی، نه دنبال رقابت قدرتی. و وقتی یک زن احساس امنیت کنه، دیواراش پایین میاد. خیلی وقتا چیزی که زن رو از نظر احساسی باز میکنه نه کلمات جنسی، بلکه حس آرامش در کنار توه. نکته مهم بعدی احترام به استقلالشه. زنی که از یک سن خاص گذشته احتمالاً سختی کشیده، تصمیم گرفته، شکست خورده و دوباره ساخته. وقتی بهش بگی استقلالت برام جذابه یا مشخصه که خودت زندگیت رو ساختی و این تحسین برانگیزه، تو داری قدرتش رو تایید میکنی، نه اینکه بخوای کنترلش کنی. زن بالغ جذب مردی میشه که از قدرتش نمیترسه. یکی دیگه از چیزهایی که ذهنش رو درگیر میکنه مرموز بودن کنترل شده است. لازم نیست همه چیز رو کنی. وقتی میگی حس میکنم هنوز لایه‌هایی داری که کشفشون جذابه، تو داری کنجکاوی ایجاد میکنی بدون اینکه عجله داشته باشی. عجله کردن بزرگترین دشمن جذابیته. زن سنبالا خیلی سریع میفهمه کی تشنه‌ست و کی انتخابگر. مردی که انتخابگره همیشه جذابتره. اعتماد به نفس آرام خیلی بیشتر از هیجان اغراق‌آمیز اثر میذاره. وقتی با صدای آروم، مکث‌های درست و تماس چشمی حرف میزنی و میگی با تو بودن یه حس خاص داره، اون جمله چند برابر قدرت پیدا میکنه. چون زنها بیشتر از کلمات انرژی رو میخونن. اگه درونت مضطرب باشه، بهترین جملات هم اثر نمیذاره. اما اگه درونت آروم و مطمئن باشه، حتی ساده ترین جملات هم عمیق میشه. زن بالغ از مردی خوشش میاد که نیازمند نباشه. نیازمندی انرژی رو خراب میکنه. وقتی تو نشون بدی که زندگی، هدف و مسیر خودت رو داری و انتخاب میکنی که با اون باشی، نه اینکه بهش وابسته باشی، جذابیت چند برابر میشه. جمله‌ای مثل من آدمی نیستم که به هر کسی نزدیک بشم،
اما حضور تو متفاوت بود حس انتخاب شدن رو درش فعال میکنه. و انتخاب شدن برای هر انسانی عمیقاً تحریک کننده است. همچنین مهمه که بتونی ترکیبی از احترام و کشش ایجاد کنی. فقط محترم بودن بدون هیچ بار احساسی تو رو وارد منطقه دوست بودن میکنه. فقط کشش بدون احترام تو رو سطحی نشون میده. تعادل یعنی وقتی میگی از طرز فکرت خوشم میاد و راستش اون نگاه آرومت هم خیلی حرف داره، هم ذهنش رو درگیر کردی، هم احساس زنانش رو. نکته مهمتر، اما قبل اینکه این نکته رو بگم، خواهش میکنم 1 ثانیه وقت بذاری و ویدیو رو لایک کنی، چون ساختش ساعتها زمان برده. خب، زن سمبالا معمولاً از مردی که بلد باشه گوش بده جذب میشه. گوش دادن واقعی، نه فقط منتظر موندن برای حرف زدن. وقتی وسط حرفش نمیپری، وقتی جزئیات حرفاش رو یادت میمونه و بعداً بهش اشاره میکنی، نشون میدی که توجهت واقعی بوده. توجه واقعی یکی از قوی‌ترین محرک‌های احساسی است. یه نکته مهم دیگه اینه که شوخ طبعی بالغ داشته باشی. شوخی بچگانه شاید لحظه‌ای بخندونه، اما شوخ طبعی هوشمندانه که از اعتماد به نفس بیاد جذابیت میسازه. وقتی بتونی فضا رو سبک کنی بدون اینکه ارزش خودت رو پایین بیاری، نشون میدی کنترل موقعیت دستته. در نهایت چیزی که بیشترین اثر رو میذاره هماهنگی بین حرف و رفتاره. اگه بگی آرومی اما رفتارت پرتنش باشه، اگه بگی مستقل هستی اما مدام پیام بدی و پیگیر باشی، همه چیز فرو میریزه. زن بالغ تناقض رو سریع تشخیص میده. جذابیت واقعی از یکپارچگی میاد، اینکه همون چیزی باشی که نشون میدی. پس اگر بخوام خلاصه کنم، حرفایی که روی زن سمبالا اثر میذاره حرفای سطحی و مستقیم نیست. حرفایی است که حس دیده شدن، امنیت، احترام، انتخاب شدن و کنجکاوی رو همزمان فعال کنه. اما حتی مهمتر از خود کلمات، حال درونی توئه. اگه آرام، مطمئن و انتخابگر باشی، ساده ترین جملات هم اثر میکنه. و اگه مضطرب و نیازمند باشی، بهترین دیالوگ ها هم خنثی میشه. جذابیت واقعی بازی کلمات نیست، بازی ذهن و انرژی است و زنی که پخته شده دقیقاً همون جایی جذب میشه که صداقت، قدرت و آرامش کنار هم قرار میگیرن.